داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. وعده ابراهیمی زاگه تولده. ده سال بعد شایی که ابراهیم و سارای که به سرزمین کنعان یاتند هنگت زاگه نداشتش. سپس ابراهیمی همسر به رایی گشت پس هنون که خداوند اجازه ندند که من زاگه داشته بین و هنون که من پزاگه داشتن پیر بوتگون ومنی خدمتکاره که هاجر است گسکن و آوا تواند پمن زاگی بیارید. پس ابراهیم گو هاجر گس کرد. هاجر بچکی به دنیا یاورد و ابراهیم آیی ناما اسماعیل هشت. اما سارای نسبت به هاجر حسادت کرد. هنگامی که اسماعیل 13 سال سن داشت خدا باری دیگر به ابراهیم خبر داد و گفت خدا فرمایش کرد من خدای قادر و مطلق هستم. من گویتا پیمان بندیم. آنگاه ابراهیم به خدای درگاه سجده کرد. خدا همچنان به ابراهیم فرمایش کرد تا باز قوم پسه بیه. من کنعان سرزمینه بته و بتی نسلا میراث دهیم و همیشه یشانی خدا و بیم. تا باید وتی خانواده بچک کنه ختنه کنه. تی همسر سارای بچک که کارید و آهما فرزند بید که من بته وعده داته بود. آیی نام اسحاق است. من گرایی عهد بندین شایی توی نسلی به وجود کارید. من اسماعیل را هم توی قوم دهیم. اما نی وعده و پیمان گو اسحاقند. بعد شایی خدا ابراهیمی ناما به آبرام تغییر داد. یعنی بازین کومانی پس و همچنین سارای ناما تغییر داد و آیی ناما ساره هشت که به معنای شاهزاده است. روی چه تها ابراهیم تمام وتی خاندان زاگانا که بچک کتن و وتی خانواده بچک کنه ختنه کرد. حدود 1 سال بعد زمانی که ابراهیم 100 سال و ساره 90 سال داشت بچکی به دنیا یاورد. آیی ناما اسحاق هشتند. هماره که خداوند گشتد وقتی اسحاق جوانی مرده بود خدا ابراهیم ایمان را آزمایش کرد و گشت وتی تنها زاگا اسحاق را زور و آی را کش و پمن قربانی کن. ابراهیم شدوارک ش خدا اطاعت کرد و آماده بود تا وتی زاگا قربانی کند. هنگامی که ابراهیم و اسحاق به قربانگاه طرف شدند اسحاق پرسید بابا لط په قربانی آماده است اما گرگ په قربانی کجایند؟ ابراهیم جواب داد نیزاگ خدای جند گرگ په قربانی آماده وکند. زمانی که آب به قربانگاه رستند ابراهیم وتی زاگا و تنابی بست و آیه را به قربانگاه سراهشت. ابراهیم لوتت وتی زاگا کشید که خداوند فرمایش کرد وتی دستاب ساد و به وتی زاگا آسیب مجن. هنون منزانتون که تا شمن ترسه چون وتی تنها زاگا شمن دریقت نکو. ابراهیم همان نزدیکی پسی را دیست که به بوته تها گیر کرد. خداوند پسا په اسحاق جاها په قربانی دیم داد و ابراهیم به خوشحالی پسا به عنوان قربانی به خداوندی درگاه ها تقدیم کرد. داستانی برگرفته ش کتاب مقدس کتاب پیدایش فصلهای 16-22.